خب بچه‌ها، وقتی میگیم مارکت به صورت فرکتالی حرکت میکنه، نگاه کنید اینجا گفتم که 3 به 3 حرکت میکنه و فرکتالی حرکت میکنه. یعنی این، ببین یه دونه اینجا داشتیم حمایت و یه دونه اینجا حمایت داشتیم و دیدید که اینو برگردون به سمت بالامون. تا از کجا؟ از این فرکتال در واقع. یعنی این فرکتال ها که این بالا هستن نوک شادوهایی هستن که قبلا مارکت تا اونجا رفته و در واقع میشه حاشیه بولینگر باند هامون و هر کدوم اینا تاچ خواهند شد که نشدن. مثلا این ببین تقریبا تاچ شده، حالا یا بالاش یا پایینش. این اومده دقیقاً از زیر این فرکتال رفته بالا. حالا تارگت بعدی این گره میشه در واقع که حدود 3277 و تارگت بعدی این گره خواهد بود که البته اگه گره بالاتر نباشه که هست، این گره خواهد بود. 3 تا بشمردی، 1 2 3. پس این 3 تا مهمه، شاید اینم باشه. حالا شما اینجا رو در نظر بگیرید چون فرکتال هم هست. آره اینجا خواهد بود تارگت بعدیمون، مثلا این فرکتال اولی. و همینجوری میتونید با این مووینگ اوریج 1 ترید کنید. خیلی هم عالی.